فکر میکردن توییتر خونه خاله است، ولی ایلان ماسک پتشون رو ریخت رو آب. داستان چیه؟ توییتر یا همون ایکس یه قابلیت آورده که بر اساس آی پی نشون میده صاحب اکانت دقیقاً کجای دنیاست و گوشیش چیه. حالا بیایید لوکیشن مسئولین رو چک کنیم. با آقای رسایی شروع میکنیم که سفت و سخت مدافع فیلترینگه، اما طبق قابلیت جدید لوکیشن ایشون زده ایران. خب ایرادش چیه مگه؟ ایرادش اینه که توییتر فیلتره. من و تو با فیلتر شکن میشیم آلمان و هلند. وقتی زده ایران یعنی ایشون اصلا فیلتر شکن نداره. بهش میگن سیم کارت سفید یا اینترنت طبقاتی که دست افراد از ما بهترونه. سخنگوی دولت که میگفت پسرم برام فیلتر شکن میگیره، معلوم شده خودش و کل اعضای دولت سیم کارت سفید دارن. المیرا شریفی و رضا رشیدپور هم سیم کارت سفیدن. مگه بیشتر از یه مجریان؟ آقای ثابتی که دم از قانون میزد، اونم با اینترنت سفید و گوشی اپل توییت میزنه. وسط اینا بابک زنجانی مرام داشته و با فیلتر شکن بلغارستان وصل میشه. میخوای پشت پرده های سیاست رو از دست ندی؟ پیج تاریخ مدرن رو فالو کن.